درود دوستان عزیز، به لایف اینفو خوش اومدین. آیا تا به حال به افرادی برخوردین که احساس کنین قدرت خاصی در جلو بردن کارها و رسیدن به اهداف دلخواهشون دارن و این شما رو متعجب کرده که چطوری اونا میتونن با نفوذ بر اطرافیان به خواسته هاشون برسن؟ باید بهتون بگم اونا مهارتی دارن که میتونن دنیای پیچیده روابط انسانی و حرفه‌ای رو مدیریت کنن و با استفاده از اون میتونن موقعیت‌ها رو به نفع خودشون هدایت کنن. اونها معمولاً دارای نفوذ و اقتدار خاصی هستن و با استفاده از اصول بازی سیاست و قدرت به تحلیل نقاط ضعف اطرافیان خودشون میپردازن و با اطلاعاتی که دارن در زمان مناسب موقعیت‌ها رو به نفع هدف‌های خودشون برمیگردونن. اگه شما هم دوست دارین که این بازی رو یاد بگیرین و در روابطتون ازش استفاده کنین تا بتونین راحت‌تر به اهدافتون برسین، فقط کافیه تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. قدرت به عنوان یک بازی اجتماعی و روانشناسی تعریف میشه. برای اینکه بازیگرای بهتری بشیم، باید به طور مستمر در این بازی شرکت کنیم و با شناخت قوانین این بازی بتونیم در تعاملات اجتماعی موفق تر بشیم. در واقع قدرت همان استراتژی که در اون افراد به دنبال بهره برداری از فرصت‌ها، منابع و نقاط ضعف دیگرانند. هر حرکتی در بازی تبعات خاص خودش رو داره که اگه بتونیم اونا رو بشناسیم میتونیم به موقع از اونا استفاده کنیم. گاهی اوقات باید بازی قدرت رو همراه با نوعی فریب و استراتژی های روانی همراه کنیم تا بتونیم به هدفمون برسیم. این فریب میتونه شامل نشون دادن خود به عنوان یک فرد ضعیف یا بیگناه باشه تا رقبای شما با خیال راحت دست به کار بشن و شما رو مهره مهمی در برابر خودشون نبینن. گاهی باید به طور دائم اطلاعات مهم و حساس رو به هر صورتی که میشه جمع آوری کرد تا در زمان مناسب ازشون استفاده کرد. در این بازی که در ظاهر شاید هم باطنا گاهی رنگ و بوی تزویر و ریا به خودش بگیره و افراد قدرتمند سعی کنن از هر طریق و راهی که میتونن به هدفشون برسن. بسته به موقعیت افراد، میزان خونسردی نسبت به تاثیرات منفی که ممکن اطرافیان رو به مخاطره بندازه فرق خواهد کرد. یکی دیگه از ابزارهای قدرت مدیریت روابط اجتماعیه. میدونیم که همه به طور ناخودآگاه به کسانی که بهشون اعتماد دارن گرایش پیدا میکنن. پس باید بتونیم روابطی رو بسازیم که بر پایه اعتماد و وفاداری باشه و طوری رفتار کنیم که ما رو در موقعیت قدرت ببینن. اگه بتونیم از خودمون تصویری زیبا بسازیم و شخصیتی مثبت در ذهن همه بسازیم، به راحتی میتونیم همه رو تحت تاثیر قدرت درونی خودمون در بیاریم. یکی از مهمترین ابزار برای تقویت موقعیت خودمون شناسایی نقاط ضعف دیگرانه که با این شناخت میتونیم استراتژی‌های موثری رو در روابطمون تعریف کنیم. البته که قرار نیست با هیچ یک از روش‌ها به طرف مقابل آسیب بزنیم، بلکه باید خیلی هوشمندانه از این موارد در جهت استفاده بهینه برای تحقق اهدافمون استفاده کنیم. ابزار بعدی کنترل احساسات خود و دیگرانه. به خصوص در شرایط بحرانی این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تسلط بر موقعیته. با کنترل احساسات خود و دیگران و هدایت کردن موقعیت به سمت اهدافمون به راحتی میتونیم قدرتمون رو بالاتر ببریم. به صورت کلی بهتره که با توجه به موقعیتی که توش هستیم گاهی اوقات کنترل شرایط رو به صورت پنهانی و در خفا انجام بدیم، به جای اینکه قدرتمون رو به صورت آشکارا نشون بدیم و خواهیم دید که به تدریج میتونیم شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم. یکی از روش‌های دیگه برای حفظ قدرت اینه که خودمون رو بی‌تفاوت نشون بدیم. وقتی هیچ واکنشی نشون نمیدیم، دیگران به اشتباه فکر میکنن که ما تحت خاصی حساب نمیشیم، در حالی که ما در حال برنامه‌ریزی برای قدم‌های بعدی هستیم و دائم داریم رفتارهای اونا رو رصد میکنیم تا تصمیمات تاثیرگذارتری بگیریم. این خودش باعث میشه ما همیشه یه قدم جلوتر از اونا باشیم. در بازی قدرت باید همیشه حواسمون به رقبا باشه. اونا ممکنه ما رو به چالش‌های سختی بکشن. برای دفاع از قدرتمون باید برای مقابله با هر تهدیدی هم آماده باشیم. برای این کار باید در برخوردامون انعطاف داشته باشیم و مدام استراتژی هامون رو بر اساس تغییر شرایط و حرکت‌های اونها به روز نگه داریم.
باید بتونیم طرف مقابلمون رو پیش بینی کنیم و راه‌های دیگری رو هم برای رسیدن به اهدافمون آماده داشته باشیم. وقتی بتونیم محیط و شرایط رو در کنترل خودمون در بیاریم و با مدیریت موقعیت‌های خاص در زمان مناسب درست و تأثیرگذار حرکت کنیم، قدرت خودمون رو بالا میبریم و میتونیم از اون هم محافظت کنیم. گاهی اوقات بهترین لحظه برای عملی کردن راهکارهامون همون زمانیه که به نظر میرسه هیچ کاری انجام نمیدیم و همه چیز آرومه و طرف مقابل تصور میکنه که شما مشغول کارهای خودتونید و ذهنش از رو شما برداشته میشه. برای حفظ قدرت خودمون نباید به راحتی درگیر بازی‌های دیگران بشیم. یعنی باید انرژی خودمون رو از لحاظ جسمی، ذهنی، اجتماعی در شرایط خوبی نگه داریم تا در شرایطی که لازمه بتونیم ازشون حداکثر استفاده رو ببریم. یکی از مهمترین ابزارها اینه که نگذاریم تحت سلطه دیگران قرار بگیریم که در واقع همون استقلال داشتنه. باید سعی کنیم خودمون رو به طور کامل به دیگران وابسته نکنیم تا بتونیم از فشارهایی که به ما میارن تا به هدفشون برسن رها بشیم. در چنین شرایطی اونا نمیتونن از حربه نیاز ما در راستای رسیدن به هدفشون استفاده کنن و ما هم میتونیم برای مذاکره و تصمیماتمون مستقل و راحت‌تر برنامه ریزی بکنیم. توجه کنیم که در هر محیطی چه کسایی در موقعیت کلیدی هستند و چه رفتارهایی در اون موقعیت اثر بخشی بالاتری داره. باید سعی کنیم همیشه منابعی که باعث تحکیم قدرتمون میشه رو در اختیار داشته باشیم، چون این اطلاعات باعث نفوذ فردی و اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران میشه. در مواقعی که کسی ما رو تحریک میکنه تا کنترل خودمون رو از دست بدیم، به جای عصبانیت یا مقابله باید از تکنیک سکوت استفاده کنیم تا فرصت داشته باشیم برای کنترل احساساتمون و پیدا کردن راه حل تاثیرگذار، انتخاب درستی بکنیم. باید یاد بگیریم که هرگز در موقعیت‌های حساس واکنش‌های فوری و احساسی نداشته باشیم و همیشه چند قدم جلوتر رو ببینیم و یک پاسخ استراتژیکی درست بدیم تا قدرتمون حفظ بشه. در روابطمون برای به دست آوردن اعتماد دیگران باهاشون در مواقع لزوم همدلی، همدردی و همکاری کنیم. از طرف دیگه باید در روابطمون حد و مرزهای درست و قابل فهمی رو بگذاریم، به ویژه در روابطی که رقابتی و یا حساسه. باید در زمان مناسب با رعایت مرزبندی‌های درست، حتی اگه لازم باشه یه قدم به عقب بردارید تا قدرتمون حفظ بشه و دوباره در زمان مناسب با ایده‌های جدید و تاثیرگذارتر به میدان برگردیم. اما گاهی هم لازم از تکنیک فریب در حد اعتدال استفاده کنیم. باید آگاهانه این تکنیک رو استفاده کنیم تا بر روابط و اعتبارمون آسیب نزنیم. مثلا اگه در موقعیتی هستیم که نیاز داریم توجه بیشتری بگیریم، باید طوری رفتار کنیم که دیگران ما رو برای خودشون خطرناک نبینن و در نتیجه بتونیم فضای آزاد بیشتری داشته باشیم که بتونیم راحت‌تر تصمیم گیری کنیم و به هدفمون نزدیکتر بشیم. در این حال نباید بذاریم که همه از نیت‌ها و هدف‌های واقعی ما خبردار بشن. در این حال باید بدون فشار مستقیم با استفاده از هنر گفتگو و مهارت‌های ارتباطی بتونیم بقیه رو متقاعد کنیم که همون تصمیمی رو بگیرن که در واقع ما دلمون میخواد. این کار باید طوری انجام بشه که اعتماد کامل طرف مقابل جلب شده باشه. باید در روابطمون نقش یک حامی قابل اعتماد رو بازی کنیم در چنین شرایطی که دیگران به راحتی شما رو میپذیرن و از شما حمایت میکنن. چون حس خوبی از کنار شما بودن گرفتن در مقابل خواسته های شما راحت و از صمیم قلب کنار میان و این باعث میشه تا قدرت شما هر روز بیشتر بشه. باید بتونیم شبکه‌ای از افراد وفادار و حمایتگر برای خودمون بسازیم تا در مواقع خاص که نیاز به حمایت داریم تنها نمونیم. برای بالا بردن قدرت باید با افراد کلیدی همراستا و هماهنگ بشیم و تلاش کنیم تا این روابط رو تقویت کنیم و دائم در حال یادگیری مهارت‌های جدید برای حفظ موقعیت خودمون باشیم. باید بدونیم بهترین زمان برای انجام تغییرات اساسی همون لحظه‌ایه که به نظر بقیه همه چی آروم میاد. در چنین لحظاتیه که باید به دنبال فرصت‌های طلایی باشیم و حتی گاهی در لحظه‌ای که دیگران به هر دلیلی دچار اشتباه میشن، در واقع همون زمان طلایی برای حرکت مهم ما به سمت قدرت و هدف‌هامونه.
باید با تجزیه و تحلیل دقیق از موقعیت به دقت تغییرات محیطی و فردی رو زیر نظر بگیریم و از خودمون بپرسیم چه کسی در حال ایجاد این تهدیداته؟ چه کسی میتونه به ما کمک کنه؟ چه چیزی ممکنه موجب شکست ما بشه؟ این گونه تحلیل‌ها باعث میشه تا همیشه ما یه قدم از بقیه جلوتر باشیم. به طور کلی هنر بازی قدرت به معنای تسلط بر خودمون، شناخت دیگران و هوشیاری در تغییر شرایطه و اگه این مفاهیم رو در زندگیمون به طور کامل به کار بگیریم میبینیم که تبدیل به یه آدمی شدیم که میتونه یک بازی دو سربرد رو برای خودش و حتی دیگران رقم بزنه. یادمون نره که قرار نیست برای حفظ قدرت خودمون به دیگران آسیب بزنیم. باید برای اینکه همیشه برنده باشیم آگاهانه به دیگران هم این فرصت رو بدیم که لذت پیروزی رو ببرن تا به شما و راه حل‌ها و قدرت شما اعتماد پیدا کنن. قدرتمند و پیروز باشین. به امید دیدار.